دادستانی سوخت در طی 10 ماه همین سال علیه 8 منصبدار محلی مربوط به غیر قانونی دادن قطعه‌های زمین برای ساختمان منزل و انشاءات دیگر پرونده‌های جنایی باز کرده است. مشکلات اجرای قانون زمین، مراجعت شهروندان در این ارتباط و رعایت قاعده‌های شهرسازی و معماری در جلسه شورای مشورتی دادستانی سوخت روز 23 نوامبر مورد ارزیابی و محاکمه قرار گرفت. در این جلسه رئیسان شهر و ناحیه‌ها و برخی اداره‌های مربوط به زمین و شهرداری و معماری نیز اشتراک داشتند. دادستانی سوخت میگوید در سال روان وضع نظر به سالهای قبلی تا اندازه بهبود یافته، ولی باز هم منصبداران مسئول در دادن قطعه‌های زمین و صرف نظر نمودن نقشه کل و طلبات‌های معماری و شهرسازی زیاد به قانون شکنی دست میزنند. حبیب الله واحدوف دادستان ولایت سوخت در جلسه شورای مشورتی این نهاد گفت از قرارهای غیرقانونی رئیسان شهر و ناحیه‌ها ساکنان عادی که به نیت ساختمان منزل و انشاءات دیگر قطعه‌های زمین میگیرند ضرر میبینند. در سال روان 2 کارمند کمیته زمین در ولایت سوخت نیز با اتهام قلابی و گرفتن پاره با وعده دادن قطعه زمین به ساکنان دستگیر شدند. به نوبت خود کارمندان کمیته زمین نیز میگویند 71 مورد خرید و فروش زمین و خودسرانه اشغال کردن آن را آشکار کردند. یکی از این افراد فریب خورده دوران پولادوف ساکن شهر خوجند است که میگوید با امید بنیاد خانه نو سال 2016 با یاری میانرو در خوجند 2 قطعه 6 ساتخی زمین را با ارزش $14,000 به دست آورد، ولی بعداً معلوم شده است که سندهای او تقلبی هستند. حالا دوران پولادوف نه زمین و نه پولهای خود را به دست آوردن نمیتواند. به گفته مصاحبم مثل او بیش از 20 ساکن خوجند همین طور برای صاحب شدن به 6 ساتخ قطعه زمین برای بنیاد خانه استقامتی به میانرفها از 7 تا $20,000 پول دادند. همه آنها خود را فریب خورده مینامند و تلاش دارند از راه دادگاهی پولهای خود را از دست میانروان و مسئولان برویانند. ولی جمشید عمرزاده رئیس کمیته زمینی سوخت در یک صحبت خود با روزنامه‌نگاران گفت که برخی ساکنان برای بینوبت صاحب قطعه زمین شدن با راه رشوه‌دهی تلاش میکنند و فریب میخورند. او میگوید کمیته زمین این گونه موردها را آشکار کرده جهت چاره‌جویی به مقامات حفظ حقوق پیشنهاد نموده است. همین طور در حالی که زمین در تاجیکستان مال دولت حساب می‌یابد و طبق قانون خرید و فروش آن منع است، باز هم هر ساله 10 نفر به امید خریدن زمین فریب می‌خورند و آنگاه به مقامات مراجعت می‌کنند. بسیاری ها میگویند که بدون پرداخت رشوه گرفتن قطعه زمین برای ساختمان خانه یا کارگاه و دیگر انشاءات جمعیتی تقریبا ناممکن شده است. همزمان دهها ساکنان عادی، طبیبان و معلمان و کارمندان حفظ حقوق و روزنامه‌نگاران در خوجند از مسئولان با منتداری یاد میکنند که به آنها بی پول و بی منت از روی نوبت قطعه های زمین برای ساختمان منزل و سرتیفیکات دادند.